تو هرگز به این فکر نمی کنی ممکنه یک ثانیه بعد نباشی، هرگز به این فکر نمی کنی ممکنه فردا رو نبینی. برای همین در خیالاتت هزاران سال به خودت فرصت زندگی کردن دادی، واسه همین وعده زندگی کردن رو به خودت در آینده میدی. اگر فلان اتفاق بیفته به فلان هدف برسم من زندگی میکنم. ولی مگه من چقدر اینجا هستم که بخوام منتظر باشم به چیزی برسم و بعد زندگی کنم؟ من همین لحظه رو میخوام، با همه رنجهاش، با همه سختیاش. اصلا نفس میکشم، هستم. تا حالا شده دلخوشی زندگیت این باشه که داری میبینی، این باشه که میشنوی، داری راه میری، سقف بالای سر داری؟ این بزرگترین دلخوشی منه، این که میبینم. چون حتی اگه میلیاردها پول داشته باشی ولی نتونی جایی رو ببینی، به هیچ دردی نمیخوره. و وقتی با این دیدگاه در این ثانیه زندگی بکنی، اتفاقهایی میفته که در کلام نمیگنجه. اون وقت اون آینده‌ای که فکر میکنی وجود داره به قشنگی تمام ساخته میشه. این زندگی خیلی کوتاه‌تر از اون چیزیه که فکر میکنی. ماه و سال در ذهن تو معنا داره، در ذهن معنا داره. کل زندگیت عین یک نور میگذره. از همین الان که این ویدیو رو ببینی و تموم بشه، کل زندگیت عین یک نور میگذره. این انتخاب با توه، میتونی منتظر باشی.